ماده خوراکی که چهره شما رو بیش از حد تصور تغییر میدن. الکل، چروک در فاصله بین چشم و بینی، پلکای پف کرده، چروک زیر چشم‌ها، سرخی پوست و چین و چروک‌های عمیق بالای لب. راه غلبه بر آن: برای 1 ماه مصرف الکل رو کنار بذارید و تنها هفته 1 تا 2 لیوان بخورید. محصولات لبنی، چروک بین چشم و بینی، پلکای پفدار، افتادگی زیر چشم‌ها، خال‌های مداوم و جوش‌های سرسیاه و لکه‌های روی چونه. راه برطرف کردن آن: ترک مصرف لبنیات. قند، چروک روی پیشونی، افتادگی زیر چشم‌ها، نازک شدن پوست، رنگ پریدگی صورت، زدن جوش و لکه‌های پوستی تو کل صورت. چه کار کنیم؟ مصرف قند رو به حداقل برسونید. محصولات دارای گلوتن، جوش روی پیشونی، گونه‌های پفدار و سرخ، جوش روی گونه‌ها، صورت پفدار و خال‌های سیاه و جوش روی چونه. چه کار کنید؟ گلوتن از رژیم غذاییتون حذف کنید و پختنی‌های تهیه شده از آرد سفید رو مصرف نکنید.